السلام علیکم و رحمت الله. ما پشت در خانه ریحان هستیم. ریحانی که به مکتب میره دیگه در روی سرکان نیست و خواستیم که امروز بیاییم برشان مواد غذایی آوردیم. البته به همت دو برادر عزیز ما، دو برادر ایثارگر ما، هر یک مدثر جان مرادی که اینا مبلغ 11523 افغانی از هلند روان کردند و دوستشان جناب حاجی صاحب بهجت از هلند اونا هم 3841 افغانی اینا روان کردن. ما ایره مواد غذایی گرفتیم. مواد غذایی ما شامل آرد است، 3 برجی برنج است، برعلاوه روغن است، چای بوره و تمام مواد خوراکی که شما در تصویر میبینین ما برشان گرفتیم. حالا میخواییم که ببینیم ریحان جان هستن یا نه. ریحان جان خوب هستی؟ بخیر هستی؟ کاند کاکاش جان جور سلامت خیر هستی؟ سلامت باشی ریحان جان. قسمی که شما امروز ما تماس گرفتین تقاضا داشتین که مواد خوراکه ندارین، ما برای شما مواد خوراکه گرفتیم ریحان جان. بخیر باشی سلامت باشی. تشکر. این مواد خوراکیتان شما تسلیم شوین. بخیر باشین. خداحافظ. الله نگهدار. خداحافظ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما پشت دروازه کسی هستیم که در روی سرک تخم فروشی میکرد. خواهر که ما که امروز الحمدلله تحت حمایت بنیاد قرار دارن و ما همیشه خبرشان میگیریم. امروز خواستیم که برشان یک مقدار مواد غذایی بیاریم و برشان تسلیم بکنیم. انشالله که در زمستان دیگه اونا در روی سرک کار نمیکنن و در خانه هستن. تشکر. خوب هستی بچه؟ بخیر هستی؟ جان جور است؟ بخیر هستی؟ سلامت هستی؟ تشکر. بخیر باشی. امروز ما خواستیم که بیایم اینجا و امانت یکی از برادرای ما به نام مدثر جان مرادی از هلند مقدار 8322 افغانی پول روان کرده بود. ما براتون مواد غذایی گرفتیم بچیم. دیگه براتون آرد گرفتیم، روغن گرفتیم، برنج گرفتیم، مکرونی، پیاز، کچالو، شلغم، چای، خرما، قیماق، شیر، همه چیز براتون گرفتیم باشیم. درست است؟ بخیر باشی سلامت باشی. تشکر. این موادتون تسلیم شوین. ما رفتیم دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله. ما پشت در خانه عایشه جان هستیم. عایشه جانی که در بیرون بولانی میفروخت الحمدلله امروز از برکت کمک هموطنان و بنیاد ما دیگه در خانه هستن. ما همیشه خبرشون میگیریم. الحمدلله امروز براشون مواد غذایی هم آوردیم. میریم که خبر عایشه جان بگیریم. سلام علیکم عایشه جان. خوب هستی؟ بخیر هستی جان جون؟ عایشه جان خوب بودی؟ زمستان بخیر میگذره؟ بخیر باشی سلامت باشی. ما امروز آمدیم عایشه جان، خواستیم خبرت بگیریم دیگه. ما آمدیم عایشه جان، یک کاکایت به نام مدثر جان، مرد بزرگ، مرد خیراندیش، برای خودت امروز گفته که برای عایشه جان مواد غذایی ببرین دیگه. ما امروز آمدیم برات مواد غذایی گرفتیم، همه چیز گرفتیم برات، آرد، برنج، روغن، پیاز، کچالو، چای، همه چیز گرفتیم برات. صحیح عایشه جان؟ تشکر. خداحافظ عایشه جان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان دل، بینندگان عزیز، امید که خوب و صحتمند باشین. ما پشت خانه مصطفی جان هستیم. مصطفی جان در یک قله بسیار بلند که خانهشان از زندگی میکنن. راه یخک بود. ما تا که رسیدیم نوخت شد. فعلا شام روز است. آمدیم مواد غذایی برشون آوردیم. برادر ایثارگر ما، برادر بزرگنده شما،
آقای مدثر مرادی از هلند مبلغ 8322 افغانی کمک کرده بودند و ما برای مصطفی جان مواد غذایی آوردیم. البته تقاضای مصطفی جان بوده و که باید برای ما مواد غذایی بیارن، به خاطر از اینکه اینجا بسیار ساحه صعب العبور چی که موتر نمیآید. ما مواد به دست آوردیم از یک قسمت را، از این خاطر از ما تقاضا کردن که برایشان مواد غذایی بگیریم. ما مکمل برایشان بسته مواد غذایی گرفتیم و مصطفی جان هم از فرصت های زمستان استفاده کرده، در میمانیا هست، خودش نیست. ما مواد تسلیم برادرش کردیم. دیگه انشالله به خیر و خوبی استفاده بکنن. تشکر. خداحافظ.